هیچ مگس، هیچ پشه در اندیشه فتح ابرها نیست و هیچ گرگی دیگر را به خاطر اندیشه اش از خود دور نمی‌کند. هیچ زاغ به طاووس رشک نمیبرد و بلبل هم میداند که دیگر پرنده ها هم صدای فارم دارند. هیچ موش به فیل به خاطر بزرگیش حسادت نمی‌کند و زنبور عسل خوب میداند که گل مال پروانه هم هست. این ما آدم ها هستیم که همدیگر رو همیشه قضاوت میکنیم، به خاطر چیزی از همدیگر فاصله میگیریم. رشک، بخل، حسد، این همه فقط در ما آدم ها هست، در حالی که بهترین آفرینش یزدان ماییم. یاد از گفته های جان سنفورد میکنم که میگوید آدم ها از انسان ها تفاوت دارند. آدم ها زندگی میکنند، انسان ها زیبا زندگی میکنند. آدم ها میشنوند، انسان ها گوش میدهند. آدم ها میبینند، انسان ها عاشقانه نگاه میکنند. آدم ها در فکر خودشان هستند، انسان ها به دیگران هم فکر میکنند. آدم ها میخواهند شاد باشند، انسان ها میخواهند شاد کنند. آدم ها انتخاب کردند که آدم بمونند، انسان ها تغییر کردن را پذیرفتند تا انسان شدند. آدم ها میتوانند انسان شوند، انسان ها در ابتدا آدم بودند. آدم ها آدمند، انسان ها انسان. اما آدم ها و انسان ها هر دو انتخاب دارند، اینکه آدم باشند یا انسان. انتخاب با خودشان است. نیاز نیست انسانی بزرگ باشه، انسان بودن خود نهایت بزرگی است.